آیا ندیدی کسانی را که با آنها گفته شد فعلا اندیشه جنگ نکنید، بروید نمازتان را بگذارید و زکاتتان را بپردازید؟ اما آنگاه که فرمان جنگ داده شد، جمعی از آنان چنان از مردم می‌ترسیدند که گویی از خدا می‌ترسند و حتی بیشتر و وحشت زده گفتند پروردگارا، چرا اکنون جنگ را بر ما واجب کرده ای؟ چرا آن را اندک زمانی به تأخیر نینداختی؟ ای پیامبر، به آنها بگو ارزش زندگی دنیا اندک است و زندگی جاوید برای آن که حرمت فرمان خدا را نگاه دارد بهتر است. و بدانید حتی به قدر رشته باری که موجود در شکاف هسته خرما به شما ستم نمی شود.